سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشین، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. ما در این کانال قصد داریم وقایع تاریخی ایران عزیزمون رو در قالب داستان به هم بررسی کنیم. داستان‌هایی که پایه و اساسشون واقعیه، داستان‌هایی از جنس اقتدار و افتخار، جنگ، پیروزی، شکست، رشادت و جانفشانی، کیله و نیرنگ. در این داستان قصد داریم بریم سراغ انوشیروان بزرگ، کسی که هم به خاطر عدالتش هم به خاطر قدرت حکومتش تونسته اسم خودش رو به عنوان یک پادشاه موفق توی تاریخ ایران موندگار کنه. خب بزن بریم به قرنهای خیلی دور، پایتخت ساسانیان، شهر تیزفون، با هم وارد کاخ انوشیروان بشیم، ببینیم اونجا چه خبره. انوشیروان وقتی شنید رومیان قصد دسترازی به خاکای کشورش رو دارن، فوراً دو تا از فرمانده‌هاش رو صدا کرد و به اونا گفت گویا رومیان فراموش کردن ما که هستیم. سرزمین ما هم مرز داره هم شرف و ما اینا رو با خون، شمشیر و آتش زنده نگه می‌داریم. دستور میدم فوراً ارتش آماده کنید. ما با انطاکیه حمله می‌کنیم و رومیان رو از خواب غفلت بیدار می‌کنیم. با دستور پادشاه در بین سربازانی که آماده جانفشانی و رشادت بودن ولوله‌ای به پا شد. سربازان با یکدیگر پچ پچ می‌کردند. فرماندهان فوراً ارتش را آماده حرکت کردند. وقتی ارتش آماده شد، شخص پادشاه در رأس ارتشش به سمت انطاکیه به راه افتادند. ارتش قدرتمند و مجهز تشکیل شده از کاتافراک‌های قدرتمند، تیراندازان زبردست، پیاده نظام جانفشان و فداکار و مصمم، فیل‌های جنگی، برج‌های متحرک. بعد از گذشتن چند روز سپاه ایران به شهر انطاکیه رسید و پادشاه ایران دستور داد شیپورهای جنگ نواخته شدند. جنگ خونینی شروع شد. هر دو سپاه به هم پیچیده بودند. بعد از گذشتن زمانی صدای آه و ناله مجروحان، نعره فیل‌های جنگی ایران و برخورد شمشیرها به یکدیگر گویا به کهکشان‌ها می‌رسید. وقتی جنگ تموم شد، چیزی جز دود آتش و خاکستر در میدان نبرد باقی نمانده بود و سپاه ایران تونسته بود شکست سنگینی به رومیان وارد کنه و همچنین تونسته بود غنایم جنگی فراوان، طلا و جواهر زیادی به دست بیاره. انوشیروان و سپاهش با افتخار به سمت تیزفون در حال برگشت بودن و حامل این پیام: هر کی به خاک ایران چشم طمع داشته باشه عاقبتش اینه. تو رفیق، حالا که این ویدیو رو دیدی و به خاطر ایرانی بودنت حس غرور تو لکات دویده، لایک کن، سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو هم بزن، چون دوست دارم بعد انتشار ویدیو بعدی تو اولین فردی باشی که اونو میبینی. و نظرت رو هم حتما بگو، چون نظرت خیلی مهمه. درسته ما اول راهیم، ولی ایمان داریم آب جاری همیشه مسیرش رو پیدا میکنه. اهورامزدا نگهدار هممون باشه.